مقامات حفظ حقوق ناحیه شهر نو جنجال بین کلین و خوشدامنی را که به نوار گرفته شده در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به بار آورد تحقیق می‌کنند. این حادثه روز 9 ایون رخ داده در نوارها دیده می‌شود که کلین خوشدامن و دیگر پیوندان او را می‌زنند. گلبیبی اشونکولووی 60 ساله میگوید که سبب جنجال آزار دادن نبیره‌هایش از طرف مادرشان یعنی کلینش بوده است. اما کلینش منیژه حسینова خوشدامان خواهرشویش را موجب این جنجال دانسته گفته است که مناقشه را اول آنها سر کردند. گلبیبی میگوید که کلینش خواهرشویش را چشم دیدن ندارد و از سببی که شوهر دخترش به پرواز تو زندگیشان ناآرام هر باره که به خانه آید با جنجال میخزاند. ولی منیژه دلیل جنجال را غیبت خوشدامانش با نفر طریق تلفن میداند و گفته منیژه در نوار تنها یک اپیزودی مناقشه دیده می شود و در آن لحظه ای که خوشدامان و خواهرشویش او را لطکوب میکنند وجود ندارد. تبریز اشونکولوو شوهر منیژه که در روسیه در مهاجرت بوده است بعد حادثه به وطن برمیگردد ولی او جانبداری زنش است. این جفتی عائله‌دار صاحب 3 فرزند بوده در همدیگر فهمی زندگی میکردند. پس از جنجال عروس به خانه والدانش رفته است. تبریز میگوید که آنها را آشتی داده خانه را میان زن و خواهرم دو تقسیم میکنم و پدر و مادرم را به جای دیگر میکشانم. در همین حال کلین و خوشدامن همدیگر را گناهکار دانسته با بیانات خود به شعبه میلیسیای محلی مراجعت کردند. چون که طبق آمار رسمی تنها در سال گذشته بیش از 4000 نفر برای خشونت خانوادگی به مقامات دولتی مراجعت کردند و بیش از 13000 عائله از هم جدا شدند که این نسبت به سال قبلی 162 حالت زیاد است. دوشنبه پرستیجی